چرا به اون مورد منکراتی اشاره نمی کنی؟ ببخشید؟ نترس، هیچ جسمی ازت برده نمیشه. گلتو کردی تو اون کتابا، هیچی هم از توش در نمیاد. تو فکرت هم این خودت کسی خونه هست؟ منم و زهره و ناهید. بعد نگذارم منم همسایه بابایی مثل تو داشتم، از تو شب میرقصیدم بلکه یه خبری بشه. صبح مال عرفاست، شب مال عشاق. هنوز که معلق این وسط. معلق مثل ذرات گرد غبار، بی هدف. یا نه مثل اون میوه‌ای که تازه رسیده و باید چیده بشه. قصه اصلا از اون جایی شروع شد که I've taken my right from universe. اما این حس مرگ دائم با منه. اون جاودانگی رو میخوام که با مرگ همراه باشه. اما نه، انگ خودکشی نمیخوام یدک بکشم. یه مرگ اسطوره‌ای و باشکوه. یا شایدم کمی خدازارانه و مقدس. بعضی وقتا با خودم فکر میکنم کاش فقط یه مانکن بودم، یا مثلا یه فوتبالیست، یا مثلا یه دانشمند. هر آن سیمرغ که قصد قاف کند، هرگاه از این دانه ها بجوی، در خیال برایت پریوشی ظاهر می شود که تو را به التزاز می رساند. قله دیگر بر فتوحات سزا. سلام عزیزم، معطل شدی؟ معذرت میخوام. اما یه کاش مسخ می شدم تو همین جهان. می شدم اون هدهدی که تا قاف میتونه پرواز کنه، یا حتی کمتر. ساکن طبقه وسط، فیلمی از شهاب حسینی، فیلمی متفاوت از سینمای مستقل ایران. مثل یه خواب کوتاه، یه مرد بود، یه مرد. به زودی در بهترین سینماهای کشور.